سلام عرض میکنم به بینندگان بینیت گرامی رادیو زودی. ساعت به وقت پراگنده هست و با خبرهای تازه تاجیکستان جهان دیگر بار در خدمت شما قرار دارم عزیزان و امیدوارم که تا آخر صحبت ما رو همراهی میکنید. خبرهای زیاد داریم، از جمله درباره روسیه اکثریت این خبرها هستند. سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان به کابل سفر کرده با مقامات افغان گفتگو نموده است. در خبری که روز پنجشنبه دوم آگوست در سایت رسمی وزارت دفاع افغانستان نشر کرد گفته می شود که اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع آن کشور و سیمومین یتیموف درباره همکاری های مرزی، مبارزه با تروریسم و موضوع صلح گفتگو کردند. در این ادامه خبر آمده است که سرپرست وزارت دفاع افغانستان از همکاری های تاجیکستان با افغانستان در بخش‌های گوناگون اظهار اطمینان کرده بر ادامه همکاری های دو کشور تاکید نموده است. مقامات تاجیکستان هنوز در رابطه با این سفر آقای یتیموف و محتوای گفتگوی او با مقامات کابل خبری نشر نکردند. رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ماه می سال 2018 نیز به کابل سفر کرده با مقامات بلندپایه افغانستان راجع به مسائل منطقوی گفتگو کرده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جزئیات قتل 4 کودک به دست مادر را اعلام کرد. زن 30 ساله در جماعت اوریون نویه کوشانیان ولایت ختلان با گمان قتل 4 فرزندش دستگیر شده است. حادثه روز 9 سپتامبر رخ داده است. نمایندگان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز با نشر اظهارات رسمی بعضی جزئیات قضیه را آشکار کردند. در اظهارات آمده است روز 9 سپتامبر سال 2020 تخمینا ساعت 13:00 زن 30 ساله ساکن جماعت دهاتی اوریون نویه کوشانیان در منزل استقامتیش با بیرحمی مخصوص فرزندان 9، 8، 6 و 1 ساله خود را پای در پای با راه بستن دستان و پایهایشان و در سرشان پوشانیدن سلوفان بوغی کرده به هلاکت رسانده است. به اطلاع رسمی زن در بازداشتگاه است و نسبت به او با ماده 104 قسم 2 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده جنایی آغاز کرده شده. تفتیشات در این زمینه ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی روسیه باشد لایحه قانون نوی فدرالی را تهیه و بررسی دارد که دریافت شهروندی و به کار جلب شدن خارجیان را آسان‌تر میکند. در این باره والنتینا کازاکووا رهبر سرریاست مدیریت وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داد. این مقامدار میگوید قانون نو تغییرات زیاد را مد نظر دارد، از جمله ترتیبی بود و باش در قلمرو روسیه و تهیه حجت‌ها آسان کرده میشود. کازاکووا میگوید اگر شهروند خارجی با مقصد کار به روسیه بیاید و میتواند در شکل الکترونی زود و ساده حجت‌های خود را درست کند. همچنین او افزود اکثر رسمیات به کار قبول کردن مهاجران از بین برده می شود. انتظار می رود که لایحه قانونی نوی فدرالی الکی در سال آینده تکمیل شود. دوستان کل تاجیکستان از بازداشت 2 نفر از ساکنان شهر ترسونزاده با اتهام رسانیدن ضرر وزنی جسمانی به کودک 4 ساله خبر میدهد. دفتر مطبوعاتی این نهاد میگوید بازداشت آدینه حیدروا و محمد جان محمد جانوف 9 سپتامبر صورت گرفته است. 5 سپتامبر پیوندان این دختر بچه خردسال در یک مراجعه ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شد درباره تجاوز گردیدن او از جانب نزدیکان پدرش و بجزا ماندن عاملان این جنایت شکایت نمودند. دوستان میگوید بعد این نوار و در نتیجه تفتیشات پیشکی این 2 نفر همچون گمانبر بازداشت شدند. تفتیشات ادامه دارد. رادیو آزادی نیز چند هفته قبل درباره این قضیه گزارش نشر کرده بود. مادر این کودک خردسال دعوا کرد که یکی از نزدیکان شوهر سابقش به ناموس دخترش تجاوز کرد و از دادستانی خواست قضیه را جدی تحقیق نماید. نمایندگان دادستانی گفته بودند در این زمینه پرونده کشیدند، ولی طرف دیگری بس این ادعا را رد میکند و آن را تلاش انتقامگیری عروسی پیشین خانواده میدوند. خب بینندگان عزیز، ما در برنامه خبری باز به تفصیلات این قضیه برمیگردیم. دیروز بندر شهر بیروت لبنان دوباره آتش گرفت. آتش نشانها توانستند سوختار بزرگ را تا شام 2 سپتامبر خاموش سازند. مقامات لبنان گفتند احتمال دارد سوختار بر اثر عملهای بدخواهانه سر زده باشد. این آتش‌سوزی در انبار روغن‌های مالیدنی و چرخ‌های ماشین به میان آمده است. برای خاموش کردن آن تمام آتش نشانهای شهر سفربر شده، دیرتر با آنها چرخبال‌های نظامی نیز پیوستند. پرزیدنت لبنان میشل آون گفت احتمال دست داشتن نیروی خارجی در
ترکیش بیروت وجود دارد. یادداشت می‌شویم 5 августи соли равон дар бандари Бейрут миқдори зиёди силитраи аммиак таркид. дар ин таркиш ҳудуди 6000 нафар захмӣ шуда 300 000 нафар бехонаву ҷон монданд. зиёни молии ин таркиш аз 10 то 15 миллиард доллар гуфта мешавад. дар вилояти Ленингради Русия шӯъбаи тафтишотии ноҳияи Всеволожский ба таҳқиқи қазияи марги як шаҳрванди 23 солаи Тоҷикистон пардохтааст. Пойгоҳи хабарии 47 News менависад, нимашаби 2 сентябр ба полиси Всеволожский хабар дода шуд, ки як ҷавони тоҷик дар дохили мошини ёрии таъҷилӣ ҷон додааст. ӯ дар танаш фақат либоси так доштааст. бино ба иттилои муқаддамотӣ дар панҷаҳои дастони ӯ аломатҳои осебу ҷароҳат аз нерӯи барқ дида шудааст. табибон гуфтанд, ки ин ҷавонро ба назди мошини ёрии таъҷилӣ рафиқонаш оварданд ва хабар доданд, ки ӯро нерӯи барқ задааст. ҳоло мақомоти тафтишотӣ талош доранд макону замон ва ҷузъиёти ҳодисаро маълум кунанд. و فیلم مسکوی автобуси کارگردانی توجیک عبدالخی زوکیرов дар ҷашнвораи байналмилалии филмҳои мусулмонии қазон дар Русия соҳиби ҷоиза шудааст. Коргардони тоҷик дар суҳбат бо хабаргузории Ховар гуфтааст, ки интихоби филмҳо 2 моҳи пеш сурат гирифт ва худи ҷашнвора ба таври онлайнӣ баргузор шуд. Филми автобус соли гузашта ҳамчун як масакаи моҷароҷӯй ба навор гирифта шудааст. ҳама амалҳои филм дар автобус ва кӯча сурат мегиранд. навор тӯли ки 80 دقیقه طول دارد، یک ماه در بر گرفته است. و بینندگان عزیز، این چند خبری تازه بود که من در این ساعت خواستم برای شما بگم. با خبرهای بیشتر از این ما همه شما را در برنامه منتظر خواهیم بود که 3 ساعت پس تقدیم شما می شود. در پخش مستقیم خبرهای زیاد داریم، از جمله درباره حیات مهاجران در روسیه، انتقال پول آنها به تاجیکستان که چگونه به اقتصاد کشور در این سال تاثیر رسانده است. همچنین باز گزارش‌های دیگر داریم که چگونه رادیوی آزادی توانسته است باز مشکلی یک منطقه رو حل کند و حالا در اونجا علاقه پول میسازند تا مردم توانند به مشکل رها کنند. و باز چند موضوع دیگری مهم داریم که میخواهیم در برنامه تقدیم شما کنیم. با ما بیایید و روزی خوب داشته باشید.